روزهای من رفت ز خاطر برویم، یا که چون فصل خزان آمد و گل رفت به خواب، دل به عشقی دیگری داد از آنجا برویم. وسعتی دیده ما خاک قدمهای تو بود، خاکی زیر قدمت را به دنیا بخریم. ما نه آنیم که در بازی تکرار این چرخ فلک، هر که از دیده من رفت ز خاطر ببریم. بسم رب شهدای و صدیقین. نخست 22مین سالیاد شهادت رهبر فرزانه، رهبر عدالت خواهی و مقاومت، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری و یاران و سرداران پاکشان را به شما مهمانان عالی قدر و حاضرین در سالن تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم. سپس تشریف آوری شما عزیزان و سروران، علل خصوص مهمانان برنامه، نویسنده و تاریخ نویس صاحب اثر کشورمان استاد راش کاظم یزدانی، محترم دکتر محمد عارف سلیمی مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و آقای محمد رسول الکوزی کنسول محترم، استاد آقای عبدالعلی ملتمند سکرتر اول و همچنین ژنرال بهرام اکبری و آقای آزادی ارشد نظامی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم، جناب آقای وزیر نیکوبین فعال فرهنگی و اجتماعی و آقای مرحوم مدلی دبیر مؤسسه اسلامی امام مهدی و رئیس مرکز اسلامی روم و همچنین جناب آقای شیخ ابوالفضل امامی روحانی مرکز امام مهدی را به این محفل خوش آمدید گفته و خیر مقدم عرض بنمایم. بزرگان گرانقدر، مجلس امروزی من را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط آقای گوهری قرائت می شود را آغاز خواهیم کرد. با آمدنشان به جایگاه صلوات عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم جهت خوشنودی روح شهدا صلوات بکنم تشکر از برادرمان آقای گوهری که مجلسمان را با نور قرآن مزین ساختند. می توان از خاک تا افلاک شد، می توان از خاک تا افلاک شد، از تمامی تیرگی ها پاک شد. می توان مثل شهیدی کربلا، می توان مثل شهیدی کربلا سرجدا و عاشق و بیباک شد. حاضرین محترم، اکنون از همه شما خواهشمندم تا به احترام سرود ملی سمبل وحدت و همدلی مردم قهرمان پرورمان کشوری عزیزمان به پا خواسته و این سرود را زمزمه نماییم.
عبدالعلی مزاری که می‌فرماید ما معتقد هستیم که هر کس روی تمامیت ارضی افغانستان و روی وحدت ملی افغانستان فکر می‌کند باید با واقعیت‌های عینی جامعه برخورد کند و تمام جریانات سیاسی و اقوام ملیت‌ها را در نظر بگیرد. ما حقوق همه ملیت‌ها را می‌خواهیم. حقوق ملیت‌ها به معنای برابری و برادری است. در این قسمتی از برنامه توجه شما حضار محترم را به تماشای ویدیویی از سخنان رهبر شهید جلب می‌نمایم.